معرفی لیاقت و استعداد اصیل فروخ حسن‌زاده موفقیت خود را مربوط به مردم صاحب تمدن فرهنگ دوست خویش دانسته با افتخار بلند از کامیابی میگوید. من میدونستم که مردم ما قدر دستگیری میکنن، همدیارشون هم مثلا هموطناشون هم قدر دستگیری میکنن. در وقتی که در مسکو بودیم با بغرض ما از چند دولت‌های خارجی یعنی SNG شرکت ورزش بودن و هم در حیرت بودن که خیلی مردم ما یکدیگر کتی دوستان یکدیگر را دستگیری میکنن. ژانری که ما در تاجیکستان پیروی میکنیم پیشبری میکنیم این یک چیزی نو است، یک نوی موسیقی است. برای من باوری داشتم این مملکت رو در تمام روی دنیا نشان دادن. این یک فرض است برای هر یک فرزند تاجیک. برای من از دست ما فرزندای بناموس این کشور در آینده و در حاضرم چه کار بیاید چیز بیاید ما همه وقت تیار هستیم که این وطن عزیز رو همه وقت معرفی کنیم. نوکا سومیس یا خود همه یک جای شو برنامه است که با مقصد دریافت چهره‌های نو در صحن هنر تهیه می شود. معرفی هنر و مهارت و لیاقت بلند سرایندگی اساس طلبات شو برنامه را تشکیل می دهد که در شکل آزمون صورت گرفت. در این آزمون تلویزیونی که برای نمایش استعدادها در بخش موسیقی پیشنهاد شده است، نفران کسب و کار تماما گوناگون اشتراک می کنند. در هر یک نشر برنامه 10 نفر اجرا کننده مهارت خود را معرفی نمودند. غالب شو برنامه آزمونی فروخ حسن‌زاده که اصلا رویه ترجمانی و زبانشناسی را پیشه کرده است در سمت سرایندگی نیز موفق گردید. من اسماعیلوف محمد شریف پدر فروخ جان امروز افتخار از آن میکنم که فرزند من از مرز تاجیکستان بیرون در آزمون بیا با هم جای یکم را اشغال شد و خرسندی از اون دارم که در اون روزی که در فروخ جان به این دستاورد نایل شد در تاجیکستان ما نیز اون روز در سنه 24 ایدی بزرگی بود، ایدی پرچم، یعنی که این ایدی همه تاجیکستانیان. من به نهایت خرسند شدم که فروخ جای یکم را اشغال کرد و پرچم تاجیکستان، نام تاجیکستان را بیرون از مرز تاجیکستان بلند برداشت. من مادر فروخ با همسرش افتخار داریم که فرزند ما به چنین پله‌های بلند رسیده، نام تاجیکستان را بلند برداشته. این تنتنه نه تنها تنتنه عائله ما بلکه از تمام تاجیکستان هست. من پیش از همه میناداری خود را به پرزیدنت تاجیکستان بیان کردنیم که این قدر آزادی را برای فرزندان تاجیک خصوصا برای جوانان دادند. از جانب اجرا کننده تاجیک فروخ حسن‌زاده ترانه‌های مشهور با سبک و اصول خاص اجرا گردیده پسند همگان گردید. همین طریق در دور حل کننده شو برنامه همه یک جای فروخ حسن‌زاده با خال بلند برنده موسم جشن نمایشی بیا همه یک جای گردید و با گرفتن مکافات اساسی 5 میلیون پیشنهاد سزاوار شد.